سقراط بزرگوار میگویند که سعادتمند نفری است که از کمبود و اشتباهات خود درس میگیرد و هر روز خود را صیقل میدهد. گاندی میگویند که هر نفری که به شما بدی کرد و او را بخشیدید، این به خاطر گذشته نیست، این به خاطر رشد آینده شما است. و ما عزیزان به شما میگوییم که بسیاری از انسان ها حتی نمیدانند که مقصدشان، هدفشان از زندگی چیست. یعنی خودشان را هنوز هم در زندگی پیدا نکردند. پس یک بار تصور کنید که آیا نظر این گونه افراد برای شما مهم است؟